من با دومت قد گنده ترم یا بدنسازای حرفه‌ای؟ و اصلا سوال اصلی همینه که آیا قد عامل مهمتریه توی گنده تر دیده شدن یا عرض؟ برای جواب به این سوال اومدیم همایش تا بدنسازا رو پیدا کنیم تا ببینیم کی واقعا گنده تره. بعد از برخورد با یاسین لک و عموی قدرتمند بالاخره اولین بدنساز رو پیدا کردم. حسین کریمی رو پیدا کردم. حالا باید وایسم مصاحبهش تمام شه تا برم کنارش وایسم. و اینم از مسعود قدیریان. حدسم درست در اومده بود. قد بلند عضلات زیاد و فید میکنه و خیلی نمایان تره. من فکر میکردم فقط خودم گندم، اما تو 2 برابر منی. این چیزی بود که مسعود قدیریان وقتی منو دید گفت. خوشحال کننده بود. با اینکه اختلاف وزنی ما 30 کیلو عضله خالص بود، اما من واقعا کنارشون کوچیک دیده نمیشدم. شاید میشه گفت تو نمای کلی و نگاه اولیه قد عامل مهمتری باشه تا عرض.